فایل صوتی رمان ملت عشق، صفحه 128 تا 133. شاگرد، بغداد، 5 ربیع الثانی 641. اگر از من بپرسید میگویم درویش شدن توی خانقاه آسان است. خب مگر کاری دارد؟ از صبح تا شب بنشین و ور ور دعا کن، تسبیح بنداز، ذکر بگو. بچه بازی است. کار سخت شاگرد شدن است. از همه سختی های درویش بودن دم میزنند. اما نمیدانم چرا کسی درباره سختی هایی که ما سالک های بیچاره میکشیم حرفی نمیزند. از روزی که به اینجا آمدم مثل سگ کار میکنم. بعضی روزها انقدر خسته میشوم که شب وقتی روی تشک میافتم از درد دست و پا خوابم نمیبرد. اما کی اهمیت میدهد؟ نه از کسی حرف آرامش بخشی شنیدم، نه نگاه مهربانی دیدم. هر قدر هم که کار بکنم به هیچ دردی نمیخورد. فکر نکنم حتی اسمم را بدانند. طالب جاهل صدایم میکنند. انگار اسم و رسم ندارم. پشت سر هم پچ پچ کنان میگویند پسره نادان کله هویج. اما از همه اینها بدتر زیر دست آشچی دده کار کردن است. این مرد توی سینه‌اش به جای قلب یه تیکه سنگ دارد. اگر به جای آشپز شدن در خانقاه فرمانده قشون و مغول میشد، حتما دبدبه کبکبه‌ای پیدا میکرد. اگر روزی بشنوم که یک حرف خوش از دهانش در آمده، همان موقع دست راستم را میبرم. حتی شک دارم بلد باشد بخندد. یک بار طاقتم تاق شد و از میداندار پرسیدم همه شاگردهایی که به این خانقاه میآیند پیش از پوشیدن خرقه باید مثل من از پس امتحانات سخت آشتی دده بر بیایند؟ میداندار پوزخند زد و گفت همه‌شان نه، فقط آنهایی که مثل قاطر خامند. آنهایی که مثل قاطر خامند؟ ها؟ که اینطور. چرا باید بیشتر از بقیه شاگردها سختی بکشم؟ یعنی نفس من از نفس آنها بدتر است؟ صبحها زودتر از همه بیدار می شوم. از چشمه کوزه کوزه آب می آورم. بعد تنور را روشن می کنم. آنقدر نان می پزم که تمام سر و صورتم دوده خالی می شود. پختن آش برای صبحانه هم وظیفه من است. آسان نیست. همه چیز را باید توی یک دیگ‌های 50 نفری بپزی. دیگ‌ها آنقدر بزرگند که 5 نفر راحت می توانند داخلشان بروند و خودشان را بشویند. خب بعدش چی؟ چه کسی دیگ‌ها را می‌ساید و تمیز می‌کند؟ باز هم من اینجا هم ظرفشویم، هم رختشویم، هم نظافتچیم. آشچی دده هم از کله سر تا بوق سگ دستور میدهد. کله هویج، زمین‌ها را دستمال بکش، پیشخوان‌ها را برق بنداز، پله ها را تمیز کن، حیاط را جارو کن، برو هیزم بشکن، تخته ها را برق بنداز، قابلمه ها را بشور، رب بپز، نه بادمجان خرد کن، نه توی بادمجان ها را خالی کن، دلمه بپز، مواظب باش نمکش زیاد نباشد، کم هم نباشد، آنقدر باشد که تخم مرغ روی آب بایستد. اگر همه کارها را آنطور که میخواهد انجام ندهم، آشچی دده جوش میآورد. هر چه دم دستش باشد به طرفم پرت میکند. یالا اگر کاری نداری اول شروع کن برق بنداز. حالا انگار همینها بس نبوده. دستور میدهد هر کاری که میکنم پشت سر هم دعا هم بخوانم. با صدای بلند میخوانم تا آشچی دده راحت‌تر زیر نظرم داشته باشد. وای به حالم اگر یک کلمه را جا بندازم. میافتد به جانم. اینطوری هر روز خدا من بدبخت از یک طرف دعا از بر میکنم، از طرف دیگر هم مثل چی کار میکنم. اگر بر مشکلات مطبخ غلبه بکنم در این راه سریعتر به کمال میرسم. این را آشچی دده میگوید. دیگ اگر اطرافش آتش نباشد به جوش میآید. نخود ممکن است بپزد. تو هم درست همانطوری. توی آتش پف پف کنان میجوشی و میپزی حتما. حرف رو نگاه کن تو رو خدا. مگر من نخودم؟ یک بار نتوانستم تحمل کنم و پرسیدم خب این امتحان آتشین تا کی ادامه دارد؟ مردک بیرحم نه گذاشت و نه برداشت، یک کاره گفت 1001 روز و 1001 شب. بعد هم مثل آدم‌های پخته گفت اگر شهرزاد توی قصه ها توانسته هر شب یک داستان ببافد، لابد تو هم میتوانی به اندازه او طاقت بیاوری. این مرد مخش عیب داره. من با این حال زار و پریشان چه شباهتی با آن شهرزاد پرچانه دارم؟
خانم‌ها تنها کاری که میکرده این بوده که روی تشکچه‌های اطلسی بنشیند، به متکاهای مخملی تکیه بدهد، یک پایش را روی آن یکی بندازد و با دستش انجیر و انگور توی دهان حاکم ظالم بگذارد و قصه های دیوانه‌وار از خودش در بیاورد. کجای این کار سخت است؟ بیاید نصف کارهایی را که من میکنم بکند. آن وقت ببینم 1001 شب کجا بود. یک هفته نشده دمش را میروزد، روی کولش را در میرود. تا تمام شدن امتحانم هنوز خیلی مانده. نمیدانم کسی میشماردشان یا نه، اما هر روز یک خط روی دیوار میکشم. تا حالا شده 624. 40 روز اولم توی این خانقاه در حجره تنگ و کوچک و تاریک گذشت. نه میتوانستی دراز بکشی، نه میتوانستی به چپ و راست بچرخی. مدام مجبور بودی 4 زانو توی وضعیت آماده باش بنشینی. پشت سر هم میگفتن اگر از تاریکی ترسیدی، اگر معده‌ات از گرسنگی سوراخ شد، یا پناه بر خدا اگر از آن خوابهای دیدی و هوسهای ناجور به سرت زد، زنگ روی سقف را بزن و کمک معنوی بخواه. 40 روز در آن حجره ماندم. حتی یک بار هم زنگ را نزدم. نه اینکه فکرهای بد به سرم نزده باشد. خدا میداند فکرهای بد گله‌ای به سرم هجوم می آورد، اما توی آن جای تنگ و ترش انگشت کوچکم را هم به زحمت تکان میدادم. فکرهای بد به چه کسی ممکن بود ضرر برساند؟ همین که از چله خانه نجات پیدا کردم، سر و کله سرتاق پیدا شد. مرا تحویل آشتی دده داد و گفت گوشتش مال تو، استخوانش مال من. نگو چله توی مطبخ از همه بدتر بود. با این همه هر چقدر هم که جفتک انداخته باشم، قاعده های آشپز را اصلا زیر پا نگذاشتم تا موقعی که شمس تبریزی آمد. شبی که او آمد، آشی دده چون از آشپزخانه جیم شده بودم بدجوری کتکم زد. 7-8-10 تا ترکه آربالو روی کمر و پشتم خورد کرد. بعد کفشهایم را برداشت و جلوی در گذاشت، طوری که نوک کفشها به طرف بیرون باشد. اینطوری با آداب خانقاه به من میگفت وقت رفتنت رسیده فرزند. دده آشپز با اخم و تخ فرمود اگر دلت مطمئن نیست، بی خودی نه خودت را خسته کن نه مرا. رودخانه دم دهن الاغ نمی آید. الاغی که میخواهد آب بخورد خودش لب رودخانه می رود. فراموش نکن تصوف هم دریای آب است برای کسی که میخواهد سیراب شود. در این وضعیت من هم الاغ حساب میشوم لابد. راستش اگر شمس تبریزی نبود خیلی وقت پیش از اینجا رفته بودم. این درویش آواره بد جوری قلقلکم داده بود. فقط برای اینکه درباره‌اش بیشتر بدانم توی خانقاه لنگر انداختم. پیش از آنچه همچین درویشی ندیده بودم. از کسی باکی نداشت، جلوی کسی سر خم نمی کرد. حتی آشی دده هم به او احترام می گذاشت. من هم پیش خودم تصمیم گرفتم از این به بعد سرمشق من شمس تبریزی باشد. اوست که با آن جذبه‌اش، زبان و تند و تیزش، سرکشیش و مزاج عصیانگرش باید مرشد من باشد، نه این استاد پیر و خرفت ما. بله، شمس تبریزی قهرمان من است. بعد از آن که دیدمش با خود گفتم چرا باید درویشی سر به زیر باشم؟ شاید اگر پیش او بمانم و فیض ببرم، من هم مثل شمس تبریزی چشم و دل سیر و شورشی بشوم. این شد که فصل پاییز وقتی فهمیدم شمس کلا میخواد از خانقاه برود، من هم تصمیم گرفتم پشت سرش تا قونیه بروم. باید به بابا زمان میگفتم چه تصمیمی گرفتم. رفتم دیدم توی اتاق نشسته و در نور چراغ مطالعه میکند و نامه مینویسد. مرا که دید به نظرم نیامد خیلی خوشحال شده باشد. طوری که به صورتم نگاه کرد انگار وجودم خسته‌اش میکند. پرسید چه میخوای شاگرد مو قرمز؟ حرف را نچرخاندم و صاف و مستقیم خواستم را گفتم. میبینم شمس تبریزی دارد میرود. من هم میخواهم همراهش بروم. ممکن است توی راه به کمک احتیاج داشته باشد. بابا زمان با دقت براندازم کرد. برای کمک کردن به شخص تبریزی میخوای همراهش بروی یا اینکه از زیر بار وظیفه میخوای شانه خالی کنی؟ پرسیدم مگر همراهی کردن با کسی مثل شمس هم نوعی امتحان به حساب نمی آید؟ میدانستم از حد خود تجاوز کردم، اما برای قانع کردن پیر چاره دیگری نداشتم. شیخ سرش را خم کرد. معلوم بود دارد فکر میکند. او که ساکت شد، من هم سر جایم خشکم زد.
گمان کردم که الان است آشتی دده را صدا کند و به او بگوید مراقبم باشد غلط اضافه نکنم. کم مانده بود زهره‌ام بترکد، اما همچین چیزی نشد. بابا زمان با حالت غرق در فکر نگاه هم کرد و سرش را تکان داد. خیلی وقت است تو را میآزمایم. گرچه میوه بعد از درخت میآید، اما در حقیقت اول میوه است. اینکه فرد چگونه درویشی می شود از زمان شاگردیش معلوم است. این راه برای تو مناسب نیست فرزند. از 7 جوانی که هر سال به خانقاه می آیند فقط یکی قادر است در طریقت بماند. به نظرم مایت برای درویش شدن مساعد نیست. بهتر از سرنوشتت را جای دیگر جستجو کنی. نمیدانستم چه بگویم. آب دهانم را قورت دادم. بابا زمان صدایش را بلندتر کرد. و اما در مورد این فکری که کرده ای، یعنی همراهی با شمس تبریزی در سیاحتش، باید در این مورد با خودش صحبت کنی، نه با من. بعد از این اتمام حجت قاطع به در اشاره کرد و نامه نوشتن را از سر گرفت. اینطوری از خانقاه اخراج شدم. ناراحت بودم. غرورم شکسته بود. اما از شما چه پنهان، راحت شده بودم. بالاخره مثل پرنده ها آزاد بودم. فایل صوتی رمان ملت عشق، صفحه 134 تا 136، بغداد، 6 ربیع الثانی 641. امروز هنگام سپیده دم از بابا زمان حلالیت طلبیدم و به راه افتادم. پشت اسب پریدم و 4 نعل تاختم. به نوک تپه که رسیدم ایستادم و آخرین بار از دور به خانقاه نگاه کردم. ساختمان آجری محصور میان درخت‌های توت به لانه پرنده مخفی میان بوته‌ها میمانست. چهره خسته بابا زمان لحظه‌ای در ذهنم مثل صاعقه جرقه‌ای زد و خاموش شد. میدانستم دلواپس من است، اما راستش دلیلی برای دلواپسیش نمیدیدم. تا آنجا که من میدانستم باید دلواپس کسانی شد که از عشق دور میشوند، نه کسانی که 4 نعل به طرف عشق میتازند. قاعده 10: به هر سو که میخواهی، شرق، غرب، شمال یا جنوب برو، اما هر سفری که آغاز میکنی سیاحتی به سوی درون خود بدان. آنکه به درون خود سفر میکند سرانجام ارز را طی میکند. نمیدانستم در قونیه چه چیزهایی در انتظارم است، اما آماده‌ای در آغوش کشیدن هر سرنوشتی بودم که شهر برایم رقم زده بود، با همه دشواری‌ها و ناراحتی‌هایش. قاعده 11: قابله می‌داند که زایمان بی درد نمی‌شود. برای آنکه تویی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی‌ها و دردها آماده باشی. شب پیش قبل از ترک خانقاه پنجره‌های اتاقم را تا آخر باز کردم. بوی تاریکی اتاق را پر کرده بود. در نور لرزان چراغ نشستم و در حالی که به تکه آینه‌ای نگاه می‌کردم موهایم را تراشیدم. گلوله مو می‌ریخت روی زمین. با اسطوره همه موهایم را از ته تراشیدم. بعد با آرامش و تک به تک ریش و سیبیلم را تراشیدم. از شر ابروها هم خلاص شدم. کارم که تمام شد صورتم را کاویدم. صورتم جوانتر شده بود و روشنتر. تمام موها که رفته بود، نه سنم مانده بود، نه اسمم، نه جنسیتم، نه گذشته، نه آینده. تنها برای حال مهر شده بودم تا ابد. به اتاق بابا زمان رفتم و خواستم حقش را حلال کند. تا حالت جدیدم را دید گفت: میبینم سفرت از همکنون تغییرت داده، حال آنکه هنوز شروع نشده. قاعده 12: عشق سفر است. مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد از سر تا پا عوض می شود. کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند. بابا زمان تبسمی نامحسوس کرد و مرا پیش خود خواند و قوطی مخملی به دستم داد. درون قوطی 3 چیز بود: آینه‌ای با قاب نقره‌ای، یک دستمال ابریشمی گلدوزی شده و یک شیشه کوچک بلوری. اینها در طی سفر کمکت می کند. هر موقع احتیاج داشتی از اینها استفاده کن.
اگر اعتماد به نفست متزلزل شد، این آینه زیبایی درونت را به تو نشان می‌دهد. اگر اعتبارت لکه‌دار شد، این دستمال ابریشمی به تو یادآوری می‌کند که مهمترین چیز پاکی قلب است. مرهم درون شیشه نیز زخم‌های ظاهری و باطنیت را مداوا می‌کند. پس از آن که این اشیا را تک به تک نوازش کردم، قوطی را بستم و از بابا و زمان تشکر کردم. حرفی برای گفتن نمانده بود. هنگامی که پرنده ها با اولین پرتوهای آفتاب چهچه سر دادند و قطرات شبنم از شاخه ها آویزان شد، سوار اسبم شدم. مقصد قونیه بود. خودم را به چه سرنوشتی که خدا برایم رقم زده بود تسلیم می کردم. بیان که بدانم چه پیش خواهد آمد و بیان که در آرزوی دانستنش باشم، با تمام نیرویم رفتم. فایل صوتی رمان ملت عشق، صفحه 137 تا 140. شاگرد، بغداد، 6 ربیع الثانی 641. بیان که به بهایش فکر کنم، اسب ابلقی از استبل دزدیدم و به دنبال شمس تبریزی به راه افتادم. تا آنجا که میتوانستم سعی میکردم فاصله‌ام را با او حفظ کنم تا متوجه آمدنم نشود. به بغداد که رسیدیم، شمس در بازاری ایستاد تا آذوقه راه تدارک ببیند. با خودم گفتم الان وقتش است و خودم را جلوی اسبش انداختم. شمس از بالای اسب خم شد و پرسید: پسر نادان موقرمز، چرا روی زمین خوابیده ای؟ به نظر می رسید هم تعجب کرده هم خوشش آمده. جلوی اسبش زانو زدم و مثل گداها دو دستم را جلو گرفتم و التماسش کردم. میخواهم با تو بیایم. تویی قهرمان من. اجازه بده من هم بیایم. مگر تو میدانی من به کجا میروم؟ لحظه گیج شدم. راستش به این موضوع اصلا فکر نکرده بودم. نه، اما چه فرقی میکند؟ میخواهم مریدت باشم. تو را سرمشق خودم قرار میدهم. حرف بیهوده میزنی. من نه مراد میخواهم نه مرید. به تنهایی میگردم. حالا حوصله اینها را هم ندارم که سرمشق کسی باشم. با این حرفا مرا پس راند. قاعده 13: در این دنیا بیش از ستاره های آسمان مرشد نما و شیخ نما هست. مرشد حقیقی آن است که تو را به دیدن درون خودت کشف و کشف کردن زیبایی های باطنت راهنمود می شود، نه آنکه به مرید پروری مشغول است. التماس کنان گفتم رخصت بده من هم بیایم. به پاهایت میافتم. تازه همه سیاح‌های مشهور وردستی، شاگردی، چیزی داشتند. من هم پادوی تو میشوم. شمس طوری که انگار به فکر فرو رفته باشد چانه‌اش را خاراند. لحظه ای گمان کردم به من حق داده. ناگهان پرسید: شاگرد موقرمز، جنمش را داری که با من رفاقت کنی؟ هیجان زده و خیلی سریع بلند شدم. البته که دارم. جنمم از جوهره ام است. خیلی خوب. پس حالا که میخواهی مرید من باشی، اولین وظیفت این است: به نزدیکترین میخانه برو، یک کوزه شراب بخر، بعد بیا وسط این میدان بایست و کوزه را لاجرعه سر بکش. دهانم از حیرت باز ماند. این همه مدت برای پخته شدن در راه تصوف زحمت و مهنت و اذیتی نمانده بود که تحمل نکرده باشم. برای تقویت معنویاتم 100 تا پیاز را با هم خرد میکردم. توی دیگهای بزرگ پلوی چرب میپختم. شیرینی‌های عسلی درست میکردم. جلوی آتش توی دود و دم مینشستم و قابلمه به هم میزدم. دیگ میساییدم. در و پنجره برق میانداختم. این ور و آنور را جارو میزدم. خلاصه مثل سگ جای میکندم. اما راستش معنویاتم آنقدر تقویت نشده بود که توی شلوغی بازار بیستم و جلوی چشم همه شراب بخورم. مانده بودم چه کار کنم. گفتم استغفرالله، توبه. اگر پدرم بشنود پاهایم را میشکند به خدا. خانواده‌ام مرا به خانقاه بابا زمان فرستادن تا مسلمان خوبی بشوم، نه اینکه کافر و گمراه بشوم. بعدش این جماعت دربارم چه فکری میکنند؟ در و همسایه چه میگویند؟ شمس با نگاه‌های سوزان سر تا پایم را نگریست. درست مثل اولین شب که من از سوراخ در او را میپاییدم. با نگاهش دلم را له کرد و از بین برد. سرانجام حکمش را درباره‌ام داد. افسار اسبش را کشید و گفت: شاگرد موقرمز، تو نمیتوانی مرید من بشوی. به اینکه دیگران چه فکر میکنند و چه نظری دارند خیلی اهمیت میدهی.
اگر اینطور باشی انتقادها و حرفهای آنها نمی‌گذارد هیچ کاری بکنی. فهمیده بودم فرصت همراهی شمس را از دست دادم، اما برای آخرین بار سعی کردم از خودم دفاع کنم. خیلی خوب، اما وقتی به من گفتی برو شراب بخر، گمان کردم میخواهی درستی اعتقادم را امتحان کنی. از کجا میدانستم امتحانم همین است؟ فکر کردم ایمانم را امتحان میکنی. شمس ابرو در هم کشید. آزمودن ایمان و صحت دیگران وظیفه ما انسان ها نیست. بنده نمیتواند ایمان بنده دیگر را بسنجد. مگر نمیدانی؟ اطرافم را نگاه کردم. انگار دنبال راه چاره‌ای میگشتم. حرفهای درویش را سبک سنگین کردم، اما نفهمیدم باید در کدام کفه بگذارم. ذهنم آنقدر مغشوش شده بود که شقیقه هایم زغزغ میکرد. یقه پیراهنم را باز کردم. انگار نفسم بند آمده بود. شمس با همان لحن آرام و باوقار ادامه داد: شاید مو قرمز، میگویی میخواهی به دریای تصوف قدم بگذاری، اما حاضر نیستی بهایش را بپردازی. این طوری نمیشود. برای یکی پول و ثروت تله اصلی است، برای یکی دیگر شهرت و مقام، برای دیگری تن و شهوت. انسان در وهله اول باید از شر چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش دارد. این شرط اول قدم گذاشتن در این راه است. پس از گفتن این حرفها خم شد و گردن اسبش را نوازش کرد. بعد طوری که بخواهد حرفش را به پایان برساند گفت: به گمانم اگر در بغداد بمانی و پیش پدر و مادرت برگردی برایت بهتر است. صنعتکاری با شرف پیدا کن و شاگردش بشو. حسی درونی به من میگوید که در آینده بازرگانی موفق میشوی، اما مواظب باش از آن بازرگانهای حریص نشوی. الان با اجازت میخواهم راه بیفتم. آخرین بار برایم دست تکان داد. با پاشنه پاهایش به شکم اسب زد. اسب را هی کرد و چالنر دور شد. دنیا زیر سم اسبش به حرکت در آمده بود. من هم پشت اسبم پریدم و تا دامنه های بغداد از پیش رفتم. اما فاصله ما رفته رفته بیشتر می شد. سرانجام به نقطه‌ای در افق تبدیل شد. منتظر ماندم و خدا می‌داند حتی خیلی پس از آنکه آن نقطه سیاه در افق از نظر ناپدید شد، نگاه‌های سوزان شمس را تا اعماق قلبم حس می‌کردم. فایل صوتی رمان ملت عشق، صفحه 141 تا 145، اللا، بوستون، 24 می 2008. در طول فصل بهار در خانه زیبای خانواده روبینشتاین، کسی که صبح زودتر از همه بیدار میشد، به آشپزخانه میرفت و صبحانه را آماده میکرد، اللا بود. معتقد بود صبحانه مهمترین وعده غذایی است. در یکی از مجله‌های زنان خوانده بود بر اساس یکی از بررسی‌ها، خانواده‌هایی که به طور منظم صبحانه می‌خورند در مقایسه با خانواده‌هایی که اعضای آن صبحانه نخورده از درب خانه بیرون می‌روند و روز خود را با شکم گرسنه شروع می‌کنند، خوشبخت‌ترند و سازگاری بیشتری دارند. اللا با آنکه به نتیجه این مقایسه اعتقاد کامل داشت، هنوز آن صبحانه‌های لذت بخش را که در مجله دربارش می‌نوشتند خودش تجربه نکرده بود. در خانه خودشان صبحانه ها آنقدرها هم لذت بخش و توأم با سازگاری نبود. یعنی هر کس ساز خودش را میزد. یکی نان توست با مربا را ترجیح میداد، ژانت. آن یکی کرنفلکسی عسلی را دولوپی میخورد، ایوی. یکی نیروی خوب سرخ شده دوست داشت، دیوید. چهارمی هم پافشاری میکرد که هیچ چیز نخورد، اورلی. با این حال باز هم صبحانه در نظر اللا مهم بود. هر روز صبح بدون خستگی صبحانه همه را آماده میکرد. اینطوری با خودش میگفت دیگر بچه‌ها مجبور نمیشوند در مدرسه هله هوله بخورند و از اینکه وظیفه مادریش را درست انجام داده به خودش میبالید. اما امروز صبح وارد آشپزخانه که شد، به جای آنکه مثل همیشه صبحانه را آماده کند، آب پرتقال بگیرد و نان توست درست کند، پشت میز آشپزخانه نشست و لپتاپش را باز کرد. همین که ایمیل هایش را از نظر گذراند، لبخندی درخشان صورتش را پوشاند. ایمیلی که انتظارش را میکشید آمده بود. عزیز زهارا جواب نامه‌اش را داده بود. الالای عزیز، خیلی خوشحال شدم که با دخترت آشتی کرده ای. من هم امروز صبح از موموستانگو حرکت کردم.
خیلی عجیب بود. اینجا چند روز بیشتر نمانده بودم، اما موقع خداحافظی که رسید دلم گرفت. این روستای کوچک گواتمالا را بار دیگر با چشم تن میبینم؟ فکر نکنم. هر وقت جایی را ترک میکنم انگار بخشی از وجودم را جا گذاشتم. چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم فرقی نمی کند. برای همه ما زندگی رشته از تولدها و مرگ‌هاست، آغازها و پایانها. برای تولد لحظه‌ای باید لحظه پیش از آن بمیرد، همانطور که برای زایش من جدید من کهنه باید پژمرده و خشک شود. پیش از ترک موموستانگرو به مراقبه پرداختم. غرق تفکر شدم. به تو فکر کردم، به دوست جدیدم در بوستون. معتقدم در اطراف هر انسانی حاله‌ای از رنگ‌های مختلف هست. چشمهایم را بستم و کوشیدم رنگ‌های تو را بیابم. خیلی نگذشته بود که 3 رنگ پدیدار شد: زرد گرم، نارنجی خجالتی و بنفش لب فرو بسته. به نظرم اینها رنگ‌های توست. خیلی هم قشنگن، هم جدا جدا هم با هم. آخرین ایستگاه هم در گواتمالا قصبه کوچکی به نام چاخول است. خانه های اینجا آجری است و چشم های بچه هایش درشت و سیاه. نگاه هایشان از خودشان پیرتر است. توی هر خانه زنهای پیر و جوان همگی گلیم می بافند. من هم از پیرزنی برای تو گلیم خریدم. به زن بینوا گفتم برای خانمی اهل بوستون هدیه می خرم. برای همین در انتخاب کمکم کن. مدتی فکر کرد. بعد از تله گلیم های توی خانهش تکه‌ای بیرون کشید. قسم میخورم آنجا بیش از 50 تخته گلیم با هر نقش و رنگی بود، اما گلیمی که پیرزن برای تو انتخاب کرد فقط 3 رنگ داشت: زرد، نارنجی و بنفش. تصادف عجیبی است مگر نه؟ البته اگر در کائنات چیزی به نام تصادف وجود داشته باشد. تا به حال به این فکر کرده ای که آشنایی ما در دنیای مجازی هم ممکن است تصادفی نباشد؟ قربانت، عزیز. بعد تحریر. اگر بخواهی میتوانم گلیمت را با پست بفرستم، یا روزی که در بوستون قهوه میخوریم همراه خودم میآورم. بعد از خواندن نامه عزیز زاهارا، صورتی دلنشینی روی گونه های اللا نشست. چه قشنگ می نوشت عزیز، گرم، صمیمی، همانطور که بود. چشمهایش را بست. کمانهای رنگی که بدنش را احاطه کرده بودند در ذهنش مجسم کرد. عجیب است، الالایی که در ذهنش پدیدار شد الالای 7 ساله بود، نه الالای بالغ فعلی. خاطرات ناگواری که رمان میکرد خیلی وقت پیش فراموششان کرده دوباره جان گرفتند. کودکیش را به یاد آورد، آزردگیش، تنهاییش را. مادرش را به خاطر آورد. پیشبند سبز مغز پسته‌ای به تن، قالب کشپزی گرد به دست، ماسکی به رنگ خاکستر به صورت. با اندوهی بی پایان جلوی درب آشپزخانه ایستاده بود و همانجا ماتش برده بود. اول اللا بدن بیجان پدرش را پیدا کرده بود. دلها، توپها و ستاره‌های رنگی از سقف آویزان بود. همه جا برق میزد. نوئل بود و جسدی آن وسط از سقف آویزان بود، طوری که انگار میخواست با تزیینات سال نو یکی شود. پدرش خودش را دار زده بود. اللا در ایام جوانی مادرش را مسئول خودکشی پدرش میدانست و هنوز دختری جوان بود که به خودش قول داد اشتباههای مادرش را تکرار نکند و ازدواج که کرد شوهرش را خوشبخت کند. قرار بود زندگی زناشویش را تا آخر عمر ادامه بدهد و مثل زندگی پدر و مادرش کوتاه نباشد. شاید هم به همین دلیل، یعنی صرفاً برای آنکه زندگی زناشویش متفاوت باشد، مثل مادرش با مردی مسیحی ازدواج نکرده بود و خواسته بود با یهودی همدین خودش ازدواج کند و دیوید را به شوهری انتخاب کرده بود. زمان زیادی طول کشید تا رابطه اللا و مادرش خوب شود. در اصل تا همین اواخر از مادرش نفرت داشت، اما چند سال پیش تصمیم گرفت گذشته ها را فراموش کند. از احساس خشم دیگر خسته شده بود. بار سنگینی بود خشمگین بودن از دست گذشته. مادر، اوهوی، الو، از زمین به مادر، از زمین به مادر، جواب بده مادر.
اللا همانطور که در آشپزخانه نشسته بود و به فکر فرو رفته بود، یک دفعه با صدای کرکر خنده جا خورد. همین که برگشت 4 جفت چشم دید که موذیانه نگاهش میکنند: اورلی، ایوی، ژانت و دیوید. لابد هر 4 با هم برای صبحانه آمده بودند. الان کنار هم ایستاده بودند و طوری نگاهش میکردند انگار در حال بررسی موجودی عجیب و خلقه هستند. با توجه به حالت صورتشان پیدا بود خیلی وقت است آنجا ایستادند و سعی کردند توجه اللا را جلب کنند. اورلی گفت: مامان چی شده؟ 2 ساعت از صدایت میکنیم. انگار صدایم را نشنیدی. دیوید در حالی که سعی میکرد جای دیگری را نگاه کند زیر لب گفت: چرا اینطور زل زده بودی به مانیتور؟ اللا به جای نگاه کرد که شوهرش داشت نگاه میکرد. ایمیل عزیز زهارا در مانیتور همانطور باز مانده بود. تون لپتاپش را بست و گفت: برای مؤسسه انتشاراتی باید کلی مطالب بخوانم. گزارشم را باید به موقع تحویل بدهم. میدانی روی این رمان کار میکنم. ایوی با لحن بسیار جدی گفت: اما گزارش نمی نوشتی. خودم دیدم. داشتی ایمیل هایت را میخواندی. صورت اللا سرخ شد. چرا بچه‌ها به سن بلوغ که میرسند دوست دارن اشتباه‌ها و کمبودهای بزرگترها را پیدا کنند؟ اما به هر حال به نظر میرسید دیگر اعضای خانواده علاقهشان را به این موضوع از دست دادند. همه سرشان را برگردانده بودند و به پیشخوان خالی نگاه میکردند. اورلی کنجکاوانه به طرف مادرش برگشت و حرفی را که توی ذهن همه میچرخید بر زبان آورد: مادر، امروز صبح برای ما صبحانه درست نکرده ای؟ باورم نمی شود. این حرف انگار اللا را گیج کرده بود. دور و برش را نگاه کرد. نه از قهوه جوش بخار بلند میشد، نه تخم مرغ روی اجاق بود. توستر هم که خالی بود. راستی چه اتفاقی افتاده بود که زنی که هر روز صبح مثل آدم آهنی صبحانه حاضر میکرد امروز صبح فراموش کرده بود صبحانه درست کند؟ آن لحظه اللا فهمید فکر و ذهنش پیش عزیز است. برای آنکه آن لحظه نه در آن خانه بزرگ و لوکس بلکه در گواتمالا پیش او باشد، چه ها که حاضر بود بدهد.